In the name of Allah, hello and how are you? Welcome to the Katib English Academy channel. I'm here to teach the Let's Go One book. I hope that my teaching will be useful to all of you. سلام برای همه. خوش آمدید به چینل کاتب انگلیش اکادمی. من با تدریس کتاب Let's Go یک در خدمت همه شما قرار دارم. آرزو دارم که درسای ما برای همه‌تان مفید واقع گردد. دوستای عزیز لطفاً چینل ما رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت های زیبای شما باعث انرژی بیشتر من می شود. Let's start the lesson 6. بیاین که درس ششم خود آغاز کنیم. Lesson 6 درس ششم. درس ششم ما با حرف C آغاز می شود. Let's learn بیاین که بیاموزیم. بخش A learn the words آموختنی از لغات. Coral اسم این دختر می باشد. Coral number 1 Coral number 2 car به معنی ماشین. number 3 یا number 3 cat بیشک. number 4 candy شیرینی رو میگه، چاکلت یا شکلات رو میگه. number 1 Carol number 2 car number 3 cat number 4 candy. خب آدیشو با هم میشنویم. Let's learn. A. Learn the words. C. Number 1. Carol. Number 2. Car. Number 3. Cat. Number 4. Candy. خب اینم بود آدیو. number 1 Carol number 2 car number 3 cat number 4 candy. بخش B گفته که watch point and chant. watch به معنی دیدن، اتصالی نه watch. point به معنی اشاره کردن. and به معنی و. chant به معنی سرود خواندن یا آواز خواندن. سرود. watch point and chant تماشا کنید، اشاره کنید و سرود بنوازید. سرود از سی را با هم میشنویم. the sea chant. Point and chant. The sea chant. C. Carol. Hi. Carol. C. Carol. Hello. Carol. C. Carol. Hi. Carol. Hello. C. Cat. C. Candy. C. Cat. C. Candy. C. Cat. C. Candy. Cat. Candy. Car. اینام از چند سی یا آهنگی از حرف سی. Let's talk بیاین که صحبت کنیم. بخش سی listen and say گوش کنید و بگوید. listen تی سایلنه. listen به معنی گوش کردن. and و say هم گفتن. let's count بیاین که حساب کنیم. count حساب کردن. let's بیاین که حساب کنیم. اوکی. 1 درسته. 1 با هم حساب میکنن. خب دست این پسر یک دونه توپه گفته 1. اینجا 2 تا کلا داریم 2. 3 تا کتاب داریم 3. 4 تا شکلات داریم 4. 5 تا زنبور یا پشه داریم 5. 1 2 3
4 5. خب 1 که دست پسر بود. 2 2 دانه چی داریم؟ تمساح. 2 3 3 دانه چتری داریم. چند دانه ماشین داریم؟ 4 تا. 4 اینجا هم چند تا زنبورک داریم؟ 5 تا. 5 1 دست پسر بود. 2 3 4 5. I can say the C words. I can say the C words. من میتونم که حروف یا لغات سی را بگویم. I can count. I can count. من میتونم حساب کنم. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 هم 5 میشه. خب بیاین که عادیش با هم دیگر گوش کنیم. And say, Let's count. Okay. 1 2 3 4 5. Let's count. Okay. 2. Let's count. Okay. 3. Let's count. Okay. 4. Let's count. Okay. 5. خب اینا برای هر کدام از اینا یک سوال درست کردن. Let's count. Okay. 1. برای این دوتا کلا هم. Let's count. Okay. 2. Let's count. Okay. 3. Let's count. Okay. 4. Let's count. Okay. 5. خب حساب امروز یاد گرفتیم. 1 2 3 4 5 تا شماره 5 یاد گرفتیم. 1 2 3 4 5 تا شماره 5 حساب یاد گرفتیم. این هم بود درس 6 ما. تا درس بعدی شما را به خداوند یکتا می سپارم. خداوند یار و مددگار.